دوستان اینجا وارد معامله با شدیم به خاطر اینکه روند طبق چیزی که میبینیم میخواد عوض بشه و از نزولی به صعودی تغییر کنه و اینجا هم که میبینید این خط شکسته و برگشته استاپ ها رو جمع آوری کرده و ما هم با این کندل تاییدیه که میبینید اینجا وارد معامله با شدیم. حالا ببینیم چی میشه. دوستان استاپ معامله اول منتهی شد. در واقع اینجا چیزی که برعکس چیزی که گفتم اتفاق افتاد. انگار که وقتی بازار اومد پایین این خط خیلی ها وارد معامله سل شدن از اینجا و استاپشون رو گذاشتن اینجا ها، برگشت و استاپاشون رو تاچ کرد و ریخت پایین و الانم ببینیم واکنشش به این ناحیه چیه. خب دوستان اینجا هم وارد معامله با شدیم چون اینجا خیلی استاپ وجود داره و احتمالش هست که بازار اومده باشه استاپای اینجا رو تاچ کنه و برگرده بالا و تمام. یه دونه استاپ و یه دونه هم TP2. فعلا خداحافظ.